السلام علیکم. من همه اون کسانی که امروز من در بیمارخانه ما در مرکز سلامتی جمع شدید، اولا همه شما رو خوش آمدید میگوییم و از همه شما منتداری خویش رو ابراز میکنیم به خاطر آمدنتان. یعنی که امروز همه شما میدونید که ما شما رو جمع کردیم و آوردیم من همین مردم همیشه ایستادگی. البته میدونید نه و چی خاطر که من امروز ما برای من وطن، برای بیمارایی که من مثال هستند، خواهشمندا از صدق دل با خواهش خودشان یعنی خون سپارند. بعد برای بیماران دیگر لازم می شود. ما بار دیگر از آمدن شما بسیار تشکر میگوییم، عرض سپاس، عرض منتداری خویش را بیان میکنیم و اکنون خواهش میکردم که من همشیره های شوکتی ما امروز اینجا جمع آمدن، یک تا یک در آمدن چنی همون چند مقداری که لازم است خون خویش را میسپارید، اینجا خون میگیرن و خوش آمدیتون. خب اکنون خواهش میکنم آقای همشیره شوکت، دخترک زیبا، مرا بگذارید اون درون با یک تا و یا را قبول کنید این انسان های آمده گیرن. تشکر منتداریم. مرحمت کنید بیایتون یک تا آمدن گیرتون نکن. خانه شزنم. و علیکم السلام. کنی مرحمت نام فامیلیتون دخترک شوی؟ من بعد نامی کی اینجا با کی هسته با؟ خب کردم من نام شما؟ پیمانه. فامیلیتون هست؟ هست. پیمانه خورشید. این حافظ با مانند کو؟ پیمانه خورشید. خب شما چند ساله؟ من 17. من میگو اگر من 17 ساله میشه. خب شما اینجا خونسپاری آمده گیر نازکنی آمده گیر؟ آخر خونسپاری که آمده باشد خیلی جمیده نیسته. میگه بالا یکم ترازو بیستاده، تمرین بالا میره بذارید اونجا با. این همشیره های شوکتی منم بلا زدگی بجا بشودم و اینه یا بجا دفع شده رفتن اینا. دخترک دراز کشه؟ چی با دراز کشم؟ چی من خونه چختگی میگیرم می؟ دراز کشه ده؟ تجریبی بیدم بزنم بجا دراز کشم. منم که به دراز کشه. دراز کش اینجا بر. خیلی بیا. دخترک خوشو با فکرم که خوراکت تو را تینج. وضعیتت خوشو بسیم. کجا میدونم نکای دکتر؟ چه خیلی کجا میدونم زده که بقچه باری دم کدگی. دکتر هر خدا بگم نزنه. خیلی کم شوخی نمیکن. هر چیز با تو دخترک خوشو بعد اهمیت نتیه. خیلی دو سه چهار بار دست جیغ. دست جیغ. اگه جیغ ایستا. نگاه نکن. بالا با نگاه کن. چی شد؟ هیچی نه دکتر. خب. دخترک خودت چی خیلی حس میکنی؟ ساز اگر چشمات کم سیاهی زند و دیلت به حضوری کند گپ زن، فهمیدی؟ چی شد دخترک؟ هیچی نه. سازی میاخی؟ سازم. که دکتر تنسر دیره خونگیری تو نگب زنی تو میسورن. کدام دیگه هم میخواد شما گپ زن نزنیم اکو مجبوریم. گپ نزنیم که اوشاد میره کجا میدونیم که تو اوشاد رفتگی. دست تر نخیم. خب کنی دختره خوش رو مایده کده خیزی تو؟ منم کنی بیرون. من نگاه کن. کنی من نگاه کن. سرت خیلی چرخ نمیزنه؟ نه. ساز می؟ کم ترک؟ یک تا نبوچه کنن می؟ نه ارسیکولا نداره. ارسیکولا خانه تا ما میخوری. اینجا با ممکن نیست. منگاهی تیپی با ارسیکولا میخوری. 250 گرم خون تیو با 5 میلیگرم کشتگی. با دخترم. و اونجا بگذارم کسی خونسپاری آمده که بیه. خونسپاری کی آمده گه؟
سلام علیکم آقا دکتر. علیکم السلام. همینجا گفتن خونسپوریه که خونسپوری اومدگی؟ آفرین دادر، آفرین دادر. قندتون زنه. فامیل نامتون؟ بوی مرادوف فوزای. بوی مرادوف فوزای جان. خندش از آن خونسپوری با آمده است. چند سالش ما؟ یکم 35. 35 گویم مونه ما. 34. 34. این یکمش چقدر کم میگیرده؟ خب فرزند دارید می؟ دو تا خدا باشه. خدا عمری فرزنداتون رو دراز کند. شما برای همین درمندا فکر کرده خونسپاری اومده ان شاء الله شما به خدا برکت میده. سلامت باشید. خدا جان ها اونجا بگذارید. من حاضر خودم میگم. دکتر چیکار میکنی؟ دست کپیداش جو پورا میکپی شما؟ تو فوزای جان بچه‌م چه اینجا اوخی خوگری؟ اینجا با بالیش کو آخی؟ بون ما میگونی بون چیکار بالا داره؟ آخه همه نیست میکنی تو. میبخشید دکتر جان. بیا. نه ترسانی من گفتم دستاش همین پاچه‌هاش. مشکل است. ملادیس. ملادیس. آدمی که سیخکن میبیاد. الکی دلش معلوم این وینه ها رو بینه چه خوشی رو برآمدگی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انچوکه فوزای جان؟ نه چی دکتر جان؟ آمین. هیچی نشده باشه. کم ترم خیلی میسوزد بعد میشه. این مشت تسرتی آخه فوزای جان مشت تسرتی و آدم که بدیل کشاد آمد مشت سر میتره دیگه و قپیده نمیشینی باید. چوکه؟ دکتر کم چشم مرغ رفت سر. مرغ رفت سر؟ آز ما 950 گرم گرفتیم ملکه چشم شما مرغ گرفت این 350 گرم با خوریسک گرفت نیم. یعنی نباچه نداره دکتر؟ نباچه های من نباچه میکنم. 20 وزن شد میه؟ نه کم. خیلی بس هست. فوزای جان پختره خیلی خلیستید. هم خیلی خلیستید. گلوره فوزای جان با یک تا چای کنه بیاده تام. از دکتر جان همون گول که پامیدلو دارم پامیدلو نه پامیدلو برای فکر نرون چیز تو زیب نشه آغاز میبیرم مسکه هم گفزنه میشه این با یک تا گولش که بیاده تام پتیبه چرا سر زفته کردگیش نمی فوزای جان همین خیلی دراز کشته ایستا من اونجا به یک چیز نویسم مینش از تو بمیرم دکتر کی به چای بیاریم؟ چی بیاریم؟ چای گفتید کو؟ نه با چای هم بیا به فوزای جان بداره تام ای بچه تو ای بچه تو با تو تیسر بیاره نوکی؟ خواهد تیسر آورده من آورده یه تیز بیا گلوش کشم بیا خیلی باید تو بچه دیگه صاف کتی اومده که شرمانده که داریم اومد فوزای فرا پاچار بسیار بد میلرزید دکتر جان شما خونسپردگی؟ نه من خونسپردگی نه این بوی این است که تو خونسپاری را میکشت است نکی پاچه تا رسون کن چای وای ببر چای وای ببر من باید سگ دار تک بینیم بزن دکتر جان سلامتون خوبی؟ از سوساز رحمت نیستم یا روان؟ نه رو تو روی مساز میشم رو مایل از دکتر جان بستر رو بچه خوب با دیدی نیتی صاف آمده ایمون این است که یکم کسی دیگه هست مرحمت من السلام دکتر علیکم السلام جای خونسپاریش همینجا؟ شما کجا ما اومدید؟ همین جای خونسپاریش همینجا؟ بله همینجا منم خونسپاری آمدم همین شما انی خونسپاری اومدید؟ خونسپاری آمدم همین شما خونسپاری؟ منم خونسپاری آمدم من خاکی وطن را دوست میدارم من تا بادرین پمیدار کارتوشکا سبزیش دوست میدارم قبلش هم دوست میدارم؟ قبلش البته دوست میدارم برای خوب خوری ندارم
خربوزش هم دوست می‌داری؟ البته دوست می‌دارم. خربوزش هم دوست می‌دارم. همین چیزا رو شما خودتان میخوره؟ البته می‌خورم. هر روز. خب قشتاتون سال دیم بعد هیچ توی مسد خویی. شما چند ساله؟ 20 ساله. 20 ساله؟ شما انی خون بسپره؟ جای خونسپاری هم اینجا آخه؟ خونسپاری آمدم. دختره کشرو شما 3 سالتان خوب همه چیز خوب بود لیکن میدونید چی؟ شما حاضر این سالش برای استراحت کنید منم خربوز و تربوزی وطن خورده استراحت کنید خدا خواهد سال دیگه که استخوان سپاری شد ما شما فریاد میکنیم